حالتون خوب باشه، همراهان خوب مجموعه. دوستان برای اینکه ما هر کاری رو بدونه خودمون میتونیم انجام بدیم، چه ریکاوری رنگ باشه، چه اجرای سرامیک باشه، چه اجرای کاور یا پی پی اف باشه. هر کاری رو انجام بدیم یکی از اولین مراحلی که جلوی کارمون هستش اینه که ما باید سطح رو کامل از هر گونه تیر یا سمت درخت یا هر آسیبی که بدنه به صورت سطحی دیده و چسبیده به رنگ رو ما جدا کنیم که بتونیم مراحل بعدی رو انجام بدیم. به عنوان مثلا کار پاک کردن پیر یا اینجور مثلا تو جاده ماشین میره پیر میچسبه به ماشین یا سمت درخت میچسبه، از حلال‌های خیلی مختلف میشه استفاده کرد. اما موضوعی که هستش اینه که تمام این حلال‌ها مثل بنزین، مثل تینر، مثل گازوئیل و الکل هر حلالیه که باشه این ممکن به سطح شما آسیب بزنه. به عنوان مثلا شما نمیدونید شاید ماشین ها قبلا یه سال یه جایی رنگ شده، تینر که روش بزنه احتمالی که رنگ شما رو بکنه هستش. پس ما این مدرسه این محصولات ازش استفاده میکنیم که مخصوص پاک کردن سطح بدن هستش، مثل قیر و این چیزا که بدونید به رنگ بدن شما آسیب بزنه. به عنوان مثلا یه برند ایرانی هم هستش تار ریموور هستش که یه ماده چرطوره که شما حالا یه رو سطح یا اسپره میشه یا اینکه روی دستمال اسپرهش میکنیم ما و رو بدن میکشیمش. همینطور که میبینید بدون اینکه هیچ آسیب به رنگ بدن بزنه سطح برای شما پاک میکنه. البته این سطح الان هیچ قیری چیزی روش نبود که ما الان بخوایم نشون بدیم که چه اتفاقی میفته، چیزی میکنه، کامل میکنه و بدون هیچ آسیبی همونجوری که میبینید براق بدون هیچ مشکلی برای ما سطح رو پاک میکنه و این آماده میکنه رنگ رو برای مرحله بعدی. مرحله بعدی ما میریم سراغ اون موادی که بیشتر به بدن چسبیده مثل سمت درخت که از اونم یه ابزاری به نام خمیرکله‌ای هست استفاده میکنیم که مثل خمیربازی اون استفاده شده است، یه مقدار کثیفه. این کامل باز میشه، سطح رو پهن میکنیم کامل. دوباره همون قسمت‌هایی که ما سطح رو تمیز کردیم و هیچ مشکل نداره با یه اسپری آب خیلی ساده اسپری آب میزنیم و راحت همینجور که شما دارین این کار رو انجامش میدین. این با خمیرکله یه موضوعی هستش، همینجور که دارین این کار رو انجام میدین سطح زیر دست شما اول زبره، بعد کم کم میره به سمت نرمی و یه حالت صابونی طور میشه. زمانی که سطح شما به اون حالت صابونی طور رسید این معلوم میشه که یعنی سطح بدن شما هیچ یعنی ماده اضافی دیگه بهش دیگه نیستش، نه چسبیده، تمام برای شما میکنه میبره به رو خورد خودش و دوباره شما میتونید ازش اینجوری میکشین و دوباره ازش استفاده میکنید. چند بار میشه از اینا استفاده که ماده مخصوص خودش هم داره، اما خب با آبم میشه این کار رو انجام داد و این سطح آماده میشه برای اینکه ما بریم برای انجام پولیش کاریمون بدون هیچ گونه آسیبی که به رنگ ماشین برسه. حتی یه سری از رد رنگ، قطره های رنگ یا گرد رنگ حتی خمیرکله بدون هیچ مشکلی میتونه کامل ریمووش کنه بدون اینکه به سطح رنگ ماشین آسیب بزنه. با ادامه کارها با من باشید.